درود دوستان گرامی، چنان که شما میبینید مسئولین یک اقدام خوبی را در راه دوشنبه کلوب به راه ماندند و در مسافه معین چنین پرتوگاه ها را نصب کردند که مردم از این و بعد میتوانند مثلا پرتوهای خود را در اینجا گذارند، نه اینکه به بیرون پرتویند. یکی از مشکلات جدی ما، یکی از پرابلمی که امروز در جامعه هست، متاسفانه ما میبینیم از تیریزه ماشین پرتوهای خود را به بیرون به یگان مشکلی یا اینکه به یگان شرم و حیا به بیرون هوا میدهند. از این خاطر از تمام رانندگان خواهش میکنیم که از این و بعد در راه دوشنبه و کلوب که چون این پرتوگاه ها گذاشته شده است، چون این قوطی ها گذاشته شده است، پرتوهای خود را حتما ایستید و در داخل این گذارید. چنان که میبینید دوستان عزیز، دهان این به همان اندازه هست که گذاشته شده است که مثلا میتواند انسان به یگان مشکلی حتی از ماشین فرآمده در اینجا پرتو خود را گذارد. و اگر چنین کار را ما پیشه کنیم، چنین پرتو هایی که شما میبینید در بیرون، دیگر حادثه ها صورت نمیگیرد. نگاه کنید یک مرتبه چقدر زیاد است که مردم در بیرون پرداختند. از این رو دعوت به عمل می‌آوریم از همه دوستان که بی‌طرف نباشند و حتما در این کاری خیر برای آبادی وطن عزیزمان سهم خود را گذارند تا این وطن همیشه پاکیزه باشد، زیبا باشد.